شب همگی تام بخیر دوستان. هر کی تو کامنت ها بگی شبیه جوردی شدی بنش میکن. امروز میخوام یه چیز جدید امتحان بکنم. حقیقتا یه چنلی پیدا کردم دوستان که در اون مووی کامنتری، اگه دارم درست میگم لطفا یک نفر به من رو کمک کنه، توش این داستان ها برقرار میشه. چنل کیمیکت. حالا ما اینجا بنده خدا خیلی هم ویدیو بیشتر داشت، من نگاه کردم، بعد من این چنل رو ساچوندم انقدر نگاه کردم. به هر حال من خودم اول یک مخاطبم و به دنبال یک محتوای خوب هستم. چنل باحالی بود، میگم خیلی ویدیو داشت بنده خدا، مهاجرت کرده، زده 10-20 تایی هم پاک کرده، خیلی بیشتر. من نمیدونم این لاماها آتش بست یک رو هم گذاشته یا نه، ولی خب امروز اومدیم با هم دیگه آتش بست یک رو ببینیم. عشقها به هر حال منم به تعطیلات نیاز دارم. بفرمایید چپس. اوه اونده. به هر حال میخوایم تست بکنیم ببینیم چطور میشه، جالب میشه، جالب نمیشه، چه جوریاست. اگه به این سبک محتوا علاقه داری دیگه چنل رو گذاشتم دیگه. سلام. خب از ببخشید ما داریم محتوا دزدی میکنیم، شما نیست. ان کارهای مهاجرتی زودتر انجام بشه، ما خودمون بشینیم شما رو ببینیم. به قرآن دوستان کراش سگ. اما هر کسی که فالوش میکنم خودش طرز فکرش و محتواش میپسنده دوستان. تو کثافت به ذهنتون راه ندهید. من پیرمردم البته الان دیگه ریش نه، ولی خب قیافم عوض شده، باطنم که عوض نشده. ای جان شامپانزه دورت رو بشناس. دکتر رو میخوای؟ بله. شما از کجا فهمیدی؟ ای بابا من دیگه عادت کردم. ای بابا مغزم دیگه. نیازه که موقعی که دارم اما محتوای یکی دیگه استفاده میکنم مؤدب باشم. فکر نکنم. فوزول. تو از کجا؟ تو چی کاره این وقت؟ خانوم دکتر رو میخوای؟ دکتر چی؟ خب اسم همه دکتر هر کی تون ساختمونه. طبقه پایین. خیلی ممنون. خواهش میکنم. آخ حاجی این اولین ترنس. نمیدونم این دو جسمی به حساب میاد، نمیدونم این چیه هنوز. این لاشی اولین چیزیه که من از اون بود در بچگی دیدم. نیازی هستم. درو چرا بستین خانم؟ شما اول به حرف من گوش بدید بعد در باز کنید. خواهش میکنم. دیده رو پیکره دیگه. عرض کردم نیازی هستم. خب همون دیگه. کدوم؟ خوب نگاه کن به اون خانم پای. رحیمی برام وقت گرفته بود امروز ساعت 6. خانم رحیمی یادش رفته هماهنگ کنه. ولی عیب نداره، امروز دکتر سرش خلوته. بعد از ایشون میگیم تشریف ببرین تو. شما متوجه نیستید من نمیتونم منتظر بمونم. همین حالا باید دکتر رو ببینم. باید از ایشون اجازه بگیریم. خیلی برام جالب اون موقعی که دارن حالت زیرمیزی یواشکی این توی صحبت میکنن، صدا باید پایین باشه. چرا؟ چون ممکنه شوهرش بشنوه، ما نمیدونیم از کجا. ولی وقتی جدی میشه من قرار گذاشته بودم اینطوری چه وضعیشه. ببخشید آقا اجازه میدید من برم؟ آقا نه خانم. عشق ببین این سومین یک میگم نمیدونم این چیه. فنبوی فنگر به اونوریش چی میگن؟ به دختری که دوست داره پسر باشه میگم فنبوی. نمیتونم داداش، نمیتونم. برادر خواهر من نمیشناسم، من بلد نیست. به مخالفش چی میگن؟ یکی اینو به من توضیح بده. خواهش میکنم. باشه همه به من زور میگن شما هم روش. مادر، خانواده، مردم، شما هم زور بگو. مگه چی از این کهکشان کمه؟ حاجی خیلی شبیه. من خیلی دوست دارم باهاتون صحبت. ببین خیلی حرف دارم این میدونی شبیه کیه؟ الان بهت میگم. اندرو اسکا. حاجی خیلی شبیه اینه، نمیدونم چرا. ببین احساس میکنم خیلی اینا با هم دیگه چیز همزاد بهش میگن. چی میگن؟ شما تو کامنت ها بگو. نگاه ذره کبودم کردم. آخه موش شما بخورد. تقاضای طلاق بدین؟ طلاق؟ واه نه. شما میخواین طلاق بگیرین؟ بله. چرا؟ گیر میده. خوشوارتون چه مردی جالبی. من میمیرم مثل مردایی که با غیرتن هی گیر میدن. ای بدونی چیو تو جامعه تو مد کردی. مگه اینجا دفتر وکیل نیست؟ آقای محترم ایشون دکترای حقوق دارن. میگم همه دکترن تو این ساختمون. چی کار داری میکنی؟ وای حاجی خیلی صحنه بدیه. دارک شد بنده خدا. تو هر ویدیوش میگه من الان دارم میفهمم. منم الان دارم میفهمم. فکر کن بری دنبال خانومه توی دفتر دکتر داره شلوارش عوض. ببخش
دکتر داره شلوارش رو عوض میکنه. اینقدر سنگین بود نتونستم خودم کنترل کنم. فضولی را باز خانم منشی یه نفر بدون اجازه داخل کرد. گفتم چی کار داشتی میکردی؟ دارم شلوارم عوض. واسه چی؟ میگه کسی که شلوارش عوض کنه باید اجازه بگیره. آها واسه چی؟ واسه اینکه یه راننده عصبی مثل شما که پشت رول نشسته بود زن زنده است، خانومت زنده است. مدارک ازدواج، خیلی عجله دارم. قضیه طلاق، وای. شهادت همکارا و همسایه، البته بعضیاشون خیلیشون این پوفیوز روانشناس یک دهه زندگی بود. یعنی یه دهه زندگی و من قشنگ یادمه هر کی میگفت برو مثلا الگوش میخواست روانشناس بشه فلان بشه میگفتن آقا این من نمیدونم این پوفیوز چی واقعا یادم نیستش. یعنی من 19 سال حاجی امسال 20 سالم میشه. ای وای ای وای میگذارید میگم احتمالا شما با دکتر فتی قرار دارین. دفتر ایشون یک طبقه بالای دفتر منه. خانم نیازی من میتونم تو لحظه کمکتون صبر کنم. بفهمه بشین. شاید من بتونم کمکتون کنم. شما من روانشناس هستم. هنوز دیالوگای این پوفیوز یادم. میگم حاجی مال 10 سال پیش فکر کنم 8-9 سالم بود این فیلمو دیدم. سریال دیگه انقدر سریال دیدم. یه زمانی فیلم باز قهاری بودم بعد هاردم بگاه رفت پاک شد کلا 2 ترابایت فیلم. آره از اون فیلم ها هم داشتم داداش. از اون فیلم چیه به چی داری فکر میکنی؟ بعد دیگه جونم برات بی که بگاه رفت سعی کردم یکمشو برگردم دیگه ول کردم نشستم سریال دیدم. تصمیممو گرفتم که ترکش کنم. میخوام برم برای خودم زندگی کنم. آقای دکتر به من اینجام یک رسیدم. زن آزاد. نه اینجا حدودا اینجا. کرم داره خودش گم هنوز میخوره. امیدی هست. چی امیدی؟ تو باش زندگی نکنی نمیدونی من چی میگم. ای بابا دختر جون دعوا ندید. آخ حاجی تا بدون خونه زنگ نزدم بزن به چاک. نشونت میدم. بیا نشونش آفت. بده. اصلا میدونین آقای دکتر متوجه نیست من کیم خودش کیه. از این دنیا من چی چه میخواد؟ شخصیتی دارم؟ زندگی ما شبیه موش گربه بازیه. مثل تام و جری. خصوصی‌ترین مثال نه، ممکن. بدتر از اون شبیه میدون جنگه. گاهی آتش بس دوباره انفجار. نصف شب آتش بس صبح دوباره حاجی فکر کنم فیلم اشتباهی رو انتخاب کردم. یه روبه داریم نگاه میکنیم من عین یه روبه دارم زهر میزنم. بذارین براتون از اول تعریف کنم. این بذار براتون از اول تعریف کنم حاجی مونده رو من ولم نمیکنه. یعنی هر اتفاقی میفته من باید از اول با جزئیات تعریف. خیلی بده خیلی بده. بگم یه داستان 10 دقیقه‌ای رو نیم ساعت کشش میده. تو دیگه چی هستی؟ مثل بچه آدم که صدا در اونجا که من فکر کردم میخواد مخشو بزنه. میگم وگرنه چی؟ پول میخوای؟ معتادی؟ زنت مریضه؟ بدبخت؟ به کاهتون زدی؟ من خودم دارم میرم یه نفر رو بکشم. تو اگه لنگت من تشنه انتقام چند 10 میلیون تومنم. پول میخوای؟ حاجی چند 10 میلیون تومان. این فیلم مال چند سال پیشه؟ دلار چنده الان؟ آخ گاهیه که رفتیم همه تو کامنت ها میگن داریم بگاه میریم. دوست من بگاه رفتیم کجای کار؟ آره خاجه بدون پول میخوای دیگه. من هنوز نفهمیدم. من بچه بودم فکر کردم اسپری همین این خوشبو کننده زد تو صورتی. نمیدونم اسپری فلفل زده واقعا یا یه کار میکنن دیگه. برای میخوره تو چشت بگاه رفتی دیگه. داده چاقو رو خفگی رو خف کرد چاقو شد. اوه هیتمن زمانت رو بشناس. اون موقع فیلم هندی خیلی رواج داشته. اینم بعید نیستش که شاهرخ خان زیادی چون خودم هم میدیدم. بعد از ازدواج فهمیدم که خودش رو تو پروژه‌ای که من ناظرش بودم وارد میکرد. یعنی به شما علاقه داشت. فکر میکنم. ولی اونم مثل افراد تاکسیک. مردم دارم سعی میکرد با خیت کردن جلب توجه کنه. جالب نیست. هیچ کدوم جهت ابراز علاقه مستقیم نداشتم. بیا وارد اون داستان نشیم دختر جون. ریشام کجاست؟ ریشامو میخوام. ای توف تو چرا من باید دیروز ریشامو میسازم؟ الان با همکاری شما ما تونستیم اسکلت
کنیم و میتونیم کار رو طبق گزارشی که بهمون دادن انجام بدیم. خب کسکیش خودت خیتش میکنی. متشکرم خانم مهندس، مرسی. جلسه هفته ما به اتمام میرسه. هفته آینده یعنی حاجی ببین باید دید 5 تا دوربین رو داشته باشی تا بتونی سیگنال دادن دختر رو بفهم. ببخشید شما خانم نیازی هستین؟ بله شما. من پیمانکار پروژه هستم. من خیلی کار دارم. ما گوشی نبود دیگه. خیلی سرم واسه اومدم. آدمایی که برای من کار میکنن خیلی زیادن، بنابراین فکر نمی‌کنی تو یه مورد شما برای من کار میکنید؟ من یوسف پور هستم. آقای یونس پور از آشنایی باشیم. یوسف پور. گوشای کر تو باز کن. صداتون کنم که اشتباه هر نشه. جور میل شماست خانم پیازی. خانم مهندس نیازی. تو مهندس صدا کنم. شما چطور آقای موسیقی پور؟ 2 روز تمام. کسکیش مریضی. اتفاق دیگه پیش میاد. یه جوری میکنمت خاصی تو نگاهش بود. سرم آورد که تا 2 هفته بدنم درد میکرد. الان سر این بدنت درد میگه تازه خوبه از این انوگو هم انداخته. نه بابا سیریش پیام داد. زنگ زد پیام که یه لحظه گفتم میخواد بره تو در یه دونه پرشیا افتاد. خانم چه خبرته؟ برگرد عقب. ورود خانم‌ها ممنوعه. بله؟ عرض کردم ورود خانم‌ها لبخند یارو رفت. توجه بفرمایید. نامردا. اون نامرد کله گنده ها اون توه. در باز میکنی یا نه؟ 1 2 اوه زد تو دنده. خاک بر سر بیخایت کنم اون در باز نمیشه ابله. من بودم جای یارو قفل رو میبستم میگفتم برو تو در. کی با خسارت بده؟ در که چیزیش نمیشه حتی کنده میشه. پول پرشیا رو برو بده. اون خانم محترمانه بیرونش کنی. چی؟ شیشه است؟ نه این چیه؟ اینو تو کامنت ها یه نفر به من توضیح این مکعب مستطیله چه کسیه؟ تعقیب و گریز تعقیب و گریز پتون رو گوشمه نمیشم بستم فیوریز. کجا میخوای رو چیکار میخوای بکنی؟ خانم مهندس ترمز دستی رو بخوابون. بدم که حفظ کنی. این کارا مال جووناست، از شما سن و سالی گذشته. نشونت میدم. چیکار دارید میکنید الان مثلا؟ لجباز خودخواه. آقای مهندس شما به دکتر احتیاج داریم. به جراح پلاستیک خانم. به من دست نزن. من اجازه نمیدم هر نامحرمی دستشو به بدن عزیز من بزنه. بیا سرشو بخور ببینیم با کسکش فیلم های پارتی در رفت ما در قبل. اینجا یعنی از گناهت گذشتم. پروژه اون شیشه نباید سفتر از این حرفا می بود؟ به یه گوز بمبو. به همه این کارا رو کردی که اسم کوچیکتو به من بگی. من اسم کوچیکمو بگم اونم ببینم خانم مهندس واقعا فکر میکنی لازمه با این خشونت در ملایان به من اظهار علاقه کنی؟ خب میتونستی منو به قهوه دعوت کنی. وای حاجی خیلی خوبه. این چه ایشون فهمید من مهندس مجرد و ثروتمندم دور دارم. همش دروغ مهمله چون نخوشو نمیگیرم. چیه خانم شما طناب میدین؟ من ازدواج ندارم. همه اینو میدونن حتی شما. چرا تلقین میکنین؟ کی از ازدواج حرف زد؟ آی 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 چه صافت بذار حداقل پرستاره بره. یعنی به خاطر انتقام زنش شدین؟ نه خب بالاخره چیزای دیگه هم بود. آره باید چه معاشرت راستش دکتر من اصلا قصد ازدواج نداشتم. چرا؟ دلیلش پدرم بود. پدرم خیلی پسر دوست داشت و از زمانی که من تو شکم مادرم بودم تا وقتی که برادرم به دنیا بیاد یعنی 8 سال تمام اسم من آقا فرهاد بود. چه ربطی داشت؟ اولش میگفت شکل مادر بزرگشم. ملاحظه بفرمایید. تو عکس مادر بزرگ اونو چرا باید داشته باشی؟ عکس شناسنامه‌اش آورده بود. بعدا فهمیدم برای این بود که میدونست من 10 خواستگار دارم و به همه جواب رد دادم.
ببین من متولد سال موشم، تو متولد سال گربه. طالبینی چینی میگه موش و گربه نمیتونن با هم ازدواج کنن. چه بامزه، چه جور موشی هستی؟ موش آزمایشگاهی. موش شهر. از اون سفید خوشگل. اوه شهریوری یا ابوالفضل یا ابوالفضل. دوستان از شهریوری ها فاصله بگیر. لطفاً به خودت سس هم بزن. چه پر توقع؟ خب نزن، همینجوریش هم خوش. ببین حاجی جان اینا همشون رمزی، سس یعنی روغن. خدایا این چه وضعیه. احساس میکنم جدی باید پارت بندی کنم دوستان. ها که این 30 دقیقه است رکورد، عین 30 دقیقه هم من گو خوردم. مگه نمیگی من گربه‌ام تو هم موشی؟ خب این گربه میخواد دلی از آزاد هر بابا جدی باش. بری کیرم بره جفتتون تا مجری اینقدر ان نکنی. خدا موش نمیگیره. قبول. اینو میگم بعد این پارتو میبندم. اگه دوست داشتید بگید از دقیقه 22 32 به بعد و بشینیم باز حالا ادامهش بدیم. فیلمای ایران از هر موقعیتی استفاده میکردن یا میکنن همچنان، هم نمیدونم چه زاویه فکی در که یه دونه ضرب المثل تو خودشون جا بده. ای من کیرم بره تو کارگردانات. امیدوارم که لذت برده باشی. میگم اگه دوست داشتید از این برنامه‌ها حالا در آینده بسازیم دوره هم به من بگویید. پارت دومش هم دوست داشتید بهم بگویید. حالا میشیم از ادامه نگاه میکنیم دیگه. دوستتون دارم. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. غذای سالم بخورید، به خودتون برسید، ورزش بکنید، از این کسچهرا نکشید، شب و زود بخوابید. تا ویدیوی دیگر شب شما بخیر. خداحافظ.